هنگامی که مصیبتی به انسان وارد می شود، ما را چه در حال به پهلو خوابیده، چه نشسته و چه ایستاده به دعا می خواند و چون آن مصیبت را از او دور سازیم، وقتی زمان می گذرد چنان تغییر می کند که گویی برای رفع آن مصیبت هیچگاه ما را به دعا نخوانده است. عملکرد زیاده خواهان این گونه در نظرشان جلوه‌گر می شود و اگر رحمتی را به انسان بچشانیم و سپس از او بگیریم، بیدرنگ مأیوس و ناسپاس می شود و اگر پس از گذشت دوران سختی نعمتی را به او عطا کنیم، بیدرنگ بانگ می زند که دوران سختی و ناگواری تمام شد و شادمانه فخر می فروشد، مگر کسانی که اهل صبرند و عملکردشان سراسر خوبی و خدمت است. اینان برخوردار از آمرزش الهی و پاداشی بزرگند.